سلام دوستان، امروز با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. آموزش ریختن زنگ تلفن بر روی آیفون که خیلی هم ساده است، کار آنچنانی هم نداره. فکر کنم طولانی‌ترین قسمت کار نصب نرم افزاری که باید این کار انجام بده باشه. اولین کاری که میکنید مرورگرتون رو باز میکنید، تو قسمت آدرس میزنید iTongbo.com. الان آدرسم درست روی شما درستش میکنیم. این چرا که میزنید وارد همچین سایتی میشید. فقط این آیتونگشو یادتون نره، چون که اگه نزنید وارد سایت چینی میشید و سخته. دانلودش میکنید. دانلودش که تموم شد، خب میزنید که نصبش کنید. میگه که حتی من الان نصبش کردم قبلا، شما نصبش میکنید. خیلی هم ساده است نصب کردنش، هیچ کار خاصی هم نداره. بعد که نصب شد یه آیکون همچین شکلی داره. روی آیکونش که کلیک کنید این نرم افزار باز میشه. یک ویدیو دیگه ای که ما داریم، شما میتونید لینکش رو زیر ویدیو توی یوتیوب مشاهده کنید. لینک نحوه فارسی سازی یا انگلیسی کردن اپلیکیشن نحوه فارسی سازی رو توی اون ویدیو توضیح دادم. با این نرم افزار میشه کار خیلی خوبی کرد، مثل ریختن اپلیکیشن روی آیفون یا آیپدتون بدون جلبریک کردن دستگاهتون. توی اون یکی ویدیو کامل توضیح داده شده. اون تا الان من برای انگلیسی کردنم شما روی این گزینه که نوشته ستینگ کلیک میکنید و لنگویج رو که میزنید میتونید 3 تا زبان انتخاب کنید. اگه اون ویدیو هم دیده باشید میتونید فارسی هم بهش اضافه کنید که حالا ما انگلیسی رو انتخاب میکنیم. بعد شما برای ریختن زنگ مورد نظرتون روی آیفون تنها کاری که باید بکنید اینه که روی این مور کلیک کنید. قسمت مور نوشته create ringtone، روش که میزنید میگه که یه موزیک که توی حالا هر جایی هست فقط mp3 باید باشه، فرمتش انتخاب کنید. روی سلکت موزیک میزنید، میتونید بیاید اینجا که میشه بله. برای مثال من حالا به صورت رندوم این انتخاب میکنم. اینجا شما میتونید بگید که از کجا شروع بشه تا کجا. برای مثال اینجا پلیش میتونید بکنید از این پنل. از اینجا میتونید عقب و جلوش کنید که از کجا شروع بشه کجا تموم بشه. میتونید همه چیشو به صورت قول معروف کاستومایز کنید یا قول شخصی سازی کنید. بعد که این کار کردید شما اینجا این قسمت پایین میشه سیو رینگتون، روش که بزنید مکانی که میخواید اون فایل ایجاد شده، اون آهنگ جدید ایجاد شده ضبط بشه رو انتخاب میکنید. توی دسکتاپشون میزنید، برای مثال سیو میزنید و شروع میکنه درست کردن. 98% تموم شد. بعد که این کار کردید میگه که اینجا یه گزینه هست نمیشه ایمپورت تو دیوایس. اینو شما آیفونتون رو وصل میکنید به کامپیوترتون. حالا فکر کنم بشه چیزام وصل کرد، فکر کنم توی آیپد هم بشه ریخت برای مثلا ایمیل و حالا فیس تایم و اینه که بهتون زنگ میزنن. شما وصل میکنید دیوایستون رو، بعد این آیفونتون رو شناسایی میکنید توی این نرم افزار. بعد این ایمپورت تو دیوایس روشن میشه، یعنی به قول معروف فعال میشه گزینش. بعد که میزنید یه دقیقه 30 ثانیه نمیدونم دقیقاً چقدر طول میکشه، 30 ثانیه چقدر طول میکشه ویدیو چیز به قول معروف رینگتون ریخته میشه روی موبایلتون. و خیلی ساده میتونید برید از توی قسمت موزیکاتون
اونجا انتخابش کنید که به عنوان توی قسمت موزیکا، توی تنظیماتتون میتونید اونجا انتخابش کنید که به عنوان زنگ تلفن همراهتون پخش بشه. ممنون از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردید. امیدوارم که به قول معروف تاثیر خودش رو داشته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.